خب فکر کنم که میتونید ببینید، درسته؟ سی مطمئن. خب میریم سراغ کلاس امروزمون. اول از همه امروز جلسه 4 از تمام کلاس‌های رایگانمون هستش. خیلی خوشحالم که اگه از جلسه اول همراهمون بودید هنوز هم همراه هستید و باعث افتخاره که این فرصت رو دارم که بتونم زبان پرتغالی رو به تمام شما آموزش بدم. علاوه بر این کلاس‌های گذشته همه جلساتشون روی یوتیوب هستش و میتونید اونها رو ببینید. بالاخره یه دوره‌ای براتون میشه و اگر که تازه وارد کلاس‌های رایگان شدید باز هم خب براتون دوره میشه دیگه. من یه لحظه حواسم پرت شد، فقط این رو من اوپن کرده بودم. خب کلاس هم داره ضبط میشه، برای همین بعد از اینکه کلاس تمام شد روی یوتیوب بهش دسترسی دارید. خب Então vamos iniciar a nossa aula. اول از همه خودم معرفی میکنم. مثل روال تمام کلاس‌های دیگه ستاره هستم، بنیانگذار پورتولینگو. از سال 2015 در کشور پرتغال زندگی میکنم، جنوب کشور پرتغال، الگارف، شهر پورتیمائو و تمام دوره دبیرستان، راهنمایی، همه اینها رو در کشور پرتغال تحصیل کردم و الان هم مشغول به تحصیل رشته پزشکی در دانشگاه الگارف هستم. در مورد پورتولینگو رو به صورت فری استایل از سال 2020 کارش رو انجام میدم برای دانش آموزانی که مثل خودم بودن و به پرتغال اومده بودن، فارسی زبان بودن، اما خب چی بهش میگن، زبان پرتغالی براشون خیلی چالش برانگیز بود. برای همین از اونجا شروع شد با یه سری کلاسای اکسپلینیشن، یعنی کمک مدرسه‌ای برای درسای زیست، فیزیک و شیمی، تا رسید به آموزش زبان پرتغالی که از پارسال که میشه سال 2022 تصمیم گرفتم که پورتولینگو رو به صورت رسمی رجیسترش بکنم و فعالیتش رو ادامه بدیم. همچنین امسال پورتولینگو به عنوان اولین و تنها استارتاپ ایرانی در حوزه آموزش زبان پرتغالی در استارتاپ پورتیما در کشور پرتغال ثبت شد و به عنوان یکی از استارتاپ های نمونه هم در وب سامیت سال 2023 که حدود 1 ماه پیش بود حضور داشتیم. در مورد پورتولینگو خدماتی که ما ارائه میدیم بخوام در موردش توضیح بدم، اول از همه ما توی پورتولینگو همیشه این رو باور داریم که زبان پرتغالی باید برای همه قابل دسترس باشه. برای همین علاوه بر کلاسایی که دوره‌هایی که خودمون داریم، مثل کلاس‌های رایگان و دوره‌های رایگان هم مثل همین کلاسی که الان داریم با هم دیگه شرکت می‌کنیم رو طراحی کردیم. مطالب رایگانی که داریم برای مثال من اینجا کلیک میکنم، مثلا گایدی هستش برای تلفظ، کتاب‌های آموزشی رایگان پرتغالی و اروپایی، کتابایی که مورد تایید اینستیتوت د کامویش هستن، همه رو میتونید از سطح A1 تا سطح C2، یعنی از پایه تا حرفه‌ای ترین سطح به صورت رایگان در وبسایت پورتولینگو دانلود بکنید. علاوه بر اون مجله اولا پورتوگیز رو داریم که اولین و تنها مجله یادگیری زبان پرتغالی هستش در سطح جهان که باز دوباره اون هم به صورت ماهانه ادیشن هاش رو آپدیت میکنیم. یه دوره جدیدی هم که داریم دوره سلف استادی هستش. دوره سلف استادی به صورت آزمایشی یه دونه دوره سلف استادی پرتغالی در 7 روز رو گذاشتیم که شما در واقع در شما رو توی 7 روز با فاوندیشن و بیس زبان پرتغالی آشنا میکنه. این دوره پورتوگو وقتی که انجامش میدید و تمام ویدیوها رو میبینید، اول که رایگان هستش، به صورت رایگان میتونید در آن شرکت بکنید و بعد از اتمام این دوره همچنین یه مدرک هم از پورتولینگو میگیرید که مثلا این دوره رو تمام کردید. در واقع یه چیزی مثل Certificate of Participation، اما توی این قسمت میشه Certificate of Completion که این دوره هم وقتی که در آن شرکت میکنید، همونطور که داریم میگه پرتغالی در 7 روز، برای 7 روز به تمام متریال اکسس دارید، میتونید فیلم ها رو دانلود بکنید، میتونید پاورپوینت ها رو دانلود بکنید، اکسرسایز داره، همه اینا رو داره که حالا بعضی از ویدیوهاش هم در یوتیوب آپلود کردیم. خب از همه اینا که بگذریم، در مورد کلاسمون میخوام که گوشیتون همیشه کنارتون باشه، به خاطر اینکه مثل کلاس‌های قبلی توی این کلاس هم همیشه وسط کلاس یه سری کویزهایی رو میذاریم که علاوه بر اینکه شما یاد بگیرید، بدونید که چطوری بعد از اون چیزایی که توی همین کلاس یاد گرفتید استفاده بکنید. خب حالا
امروز چی میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم؟ امروز یه دوره از تمام مطالبی که قبلا یاد گرفتیم رو انجام میدیم، به خاطر اینکه میدونم خیلی از شما اولین بارتون هستش که در این کلاس هستید. برای همین خب یه ذره نمیخوایم سریع بپریم روی حرف اضافه د، روی یه سری موضوعاتی که پیچیدن. یه دوره ای رو انجام میدیم از چیزایی که قبلا یاد گرفتیم به کمک همدیگه، که هم برای افرادی که جلسه 4مشون هستش دوره بشه و تمرین باشه، هم برای افرادی که تازه هستن یه ذره همه چیز ریفرش بشه. و میخوایم با هم دیگه همه چیز رو در مورد حرف اضافه د که یکی از مهمترین حروف اضافه در زبان پرتغالی هستش رو یاد بگیریم. خب اول از همه بریم پرتغالی یاد بگیریم یا نه؟ برای من یه واموش بزرگ روی چت بنویسید. برم بیارم چت ببینم. Vamos, muito bem. Então, vamos já aprender. خب جلسه قبلی و از جلسه اول با هم دیگه یاد گرفتیم که توی زبان پرتغالی هر چیزی، هر اسمی که داریم در موردش حرف میزنیم یه حرف تعریفی داره دیگه، یه جنسیتی داره و این جنسیت رو چی میاد برای ما مشخص میکنه؟ حروف تعریف میاد برای ما مشخص میکنن که جنسیت اون کلمه‌ای که داریم در موردش حرف میزنیم چیه. همونطور که اسمش میگه حروف تعریف، انگاری که یه داستانی رو برای ما تعریف میکنن. داستان جنسیت و تعداد اون اسامی که داریم در موردشون حرف میزنیم و برامون تعریف میکنن. حروف تعریف توی زبان پرتغالی بیشتر مواقع به صورت مستقیم باش ارتباط نداریم و معمولا به صورت غیر مستقیم ازش استفاده میکنیم. مثلا وقتی که میخوایم از حروف اضافه استفاده کنیم، وقتی که میخوایم از صفت‌ها استفاده کنیم یا از ضمایر مالکیت استفاده کنیم، همیشه نیاز داریم بدونیم که حرف تعریف اسامی که داریم در موردشون حرف میزنیم چی هستش، که بعد با توجه به اون حرف تعریف بیایم صفت، حرف اضافه یا ضمیر مالکیت درست رو انتخاب کنیم. توی زبان پرتغالی 4 حرف تعریف داریم، 2 برای اسامی که مؤنث هستن و 2 برای اسامی که مذکرن. یه دونه داریم آ، یه دونه داریم او، آش، اوش. آ، او، آش و اوش. آ برای اسامی استفاده میشه که مؤنث هستن و مفردن. او برای اسامی استفاده میشه که مذکر هستن و مفردن. آش، یاد آش خودمون بیافتین، برای اسامی استفاده میشه که مؤنث هستن و جمعن. و اوش برای اسامی استفاده میشه که مذکر هستن و جمعن. علاوه بر اون به غیر از حرف تعریفا با هم دیگه 2 فعل اصلی رو یاد گرفتیم به معنی to be، بودن. یه دونه فعل سر بود و یه دونه فعل شتار بود. قبل از اینکه بخوایم شروع بکنیم صرف فعلشون رو ریویو بکنیم و ضمیرها رو ریویو بکنیم، میخوام ازتون بپرسم که فرق بین فعل سر و فعل شتار چی میتونه باشه؟ یعنی چی هستش؟ توی چت هم میتونید برام بنویسید. چی میتونه باشه؟ خب دائمی sim. Muito bem. خب فعل سر به معنی بودن یا to be زمانی استفاده میشه که ما داریم در مورد ویژگی هایی صحبت میکنیم که بلند مدتن، نامتغیرن و همچنین تعریف شدن. مثلا زمانی که دارم در مورد شغلم حرف میزنم، یه چیزیه که تعریف شده. زمانی که دارم در مورد اسمم حرف میزنم، یه چیزیه که تغییر نمیکنه. زمانی که دارم در مورد ملیتم حرف میزنم، باز یه چیزیه که تغییر نمیکنه. چون این زمانا از فعل سر استفاده میکنم. پس زمانی که دارم در مورد موضوعی حرف میزنم که اول از همه نامتغیرن، بلند مدتن و تعریف شدن. حالا صرف فعل سر چجوری بود؟ اول از همه نیاز داریم که بدونیم ضمیرامون چیه. ضمیرها توی زبان پرتغالی حالا میتونید کاملش رو توی دومین جلسه دوره پرتوگو ببینید که توی یوتیوب هم آپلود شده، اما من یه توضیح کوتاهی در موردش اینجا میدم چون قبلا هم توی جلسات دیگه یاد گرفتیم اینها رو.
ما توی زبان پرتغالی در واقع 6 تا فرم ضمیر داریم، نه اینکه فقط 6 تا ضمیر داریم، 6 تا قسمت ضمیر داریم مثل هر زبان دیگه‌ای. یه دونه داریم او، من، تو، تو، هی، ela، شی، você، یو. você یه مدل یو اینفورمال هستش، یعنی من وقتی که بخوام برم به یه پرتغالی بگم وسه یه ذره بهش برمیخوره. معمولا فرض کنید اگر که بخوایم به معلمامون بگیم وسه خیلی بهشون برمیخوره، چون من یه مدتی فکر میکردم که وسه یه حالت یو فرمال هستش، برای همین توی مدرسه مثلا میخواستم احترام بزنم به هر میگفتم وسه. بعد یه بار معلم زیستم بهم گفتش که دیگه اینجا خونه نیست، دیگه به من نگو وسه. برای همین از همونجا متوجه شدم که این ضمیر وسه یه مدل چی هستش؟ یه مدل تو اینفورمال هستش که البته بیشتر در پرتغالی برزیلی هم ازش استفاده میشه. به جای وسه وقتی که میخوایم با یکی محترمانه صحبت کنیم همیشه پیشنهاد میشه که یا بگیم a señora به معنی مدام، میس، یا بگیم o señor که اینا رو باز دوباره بیشتر توی دوره پرتغال توضیح داده شده. بعدش داریم نوش، ما، وش، شما جمع، شماها، یو پلورال. وش در واقع دیگه توی مکالمه استفاده نمیشه، اما هنوز توی گرامر هستش. در واقع مثل زبان فارسی که ما قبلا مثلا اتاق رو با ت دسته‌دار می نوشتیم، تهران رو با ت دسته‌دار می نوشتیم، زبانمون یه ذره تغییرات پیدا کرد، یه ذره تکامل پیدا کرد و الان اتاق و تهران رو با ت 2 نقطه می نویسیم. الان توی زبان پرتغالی هم همین جوریه. قبلا ما وقتی که می‌خواستیم به یه جمعی بگیم شماها از ضمیر وش استفاده می‌کردیم، اما دیگه به خاطر تکامل و تغییراتی که در زبان پرتغالی و اروپایی ایجاد شده این ضمیر وش توی مکالمه استفاده نمیشه و به جاش از چه ضمیری استفاده می‌کنیم؟ از ضمیر وسش استفاده می‌کنیم. وسش که در واقع جمع چی هست؟ جمع وسه به معنی یو پلورال. و بعدش داریم ایلش به معنی آنها، وی. ایلاش باز دوباره به معنی آنها و وی. فرق بین ایلش و ایلاش اینه که ایلش برای جمعی استفاده میشه که یا همشون آقاان یا هم توی اون جمع خانوم وجود داره هم آقا وجود داره، و ایلاش برای زمانی استفاده میشه که اون جمعی که دارم در موردش حرف میزنم تمام افرادش خانوم باشن، برای همین میگیم ایلاش. حالا صرف فعل سر برای تمام این ضمیرهایی که یاد گرفتیم الان چجوریه؟ اوسو هیچ وقت نمیگم اوسو زیاد درست نیست. اوسو یه صدای او آخرش میدم. اوسو. توش ela é, você é, nós somos, vós sois, eles são, elas são, vocês são. وقتی که دارم میگم سم یه حالت نازال داره، در واقع خیلی خودمونی تر، یه صدای تو دماغی هستش. هیچ وقت نمیگم سو توی زبان پرتغالی وجود نداره، همیشه میگیم سون. در واقع کلمه کاو توی انگلیسی رو در نظر بگیرید. کاو، حالا سیش رو برمیدارم، چی میمونه ازش؟ او، و اون صدای او رو با صدای نازال میخونم، میشه اون. پس میگم سون. پس شد eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, elas, vocês são. این صرف فعل سر بود که زمانی استفاده میکردم که دارم در مورد موضوعاتی حرف میزنم که اول از همه نامتغیرن، بعدش تعریف شدن و بلند مدتن. حالا فعل سر رو چه زمانی استفاده میکنیم؟ زمانی که داریم در مورد ملیتمون حرف میزنیم، زمانی که داریم در مورد اسممون حرف میزنیم،
زمانی که داریم در مورد شغل و وضعیت تحملمون حرف میزنیم. البته مواقع دیگه هم استفاده میکنیم، اما من 4 تا موردی که خیلی خیلی بیشتر از همه ازش استفاده میکنیم رو اینجا گذاشتم که باز دوباره میتونید نمونه ها و مثال های استفاده کردن از اینا رو توی جلسه دوم از ویدیوی کلاس‌های رایگان ببینید که باز دوباره توی یوتیوب آپلود شده. میریم سراغ چی؟ میریم سراغ فعل اشتار. فعل اشتار هم باز دوباره به معنی to be هستش، بودن، و هم معنی فعل سر هست، فقط شرایطی که ازش استفاده میکنیم متفاوته. در واقع فعل اشتار شرایطش مخالف فعل سر. یعنی چی؟ یعنی زمانی ازش استفاده میکنم که دارم در مورد موضوعی که کوتاه مدتاً حرف میزنم، موضوعاتی که متغیرن و چی تعریف نشدن، مشخص نیستن، یه چیزی که تغییر میکنه. برای مثال وقتی که دارم در مورد احساساتم حرف میزنم، مکان جغرافیایی، مثلا من توی خونه هستم، نیم ساعت دیگه مثلا میرم کافی شاپ، این یه چیزی که تغییر میکنه دیگه. برای همین از فعل شتار بعد استفاده کنم. حالا فعل شتار رو چجوری برای ضمیرایی که همین الان یاد گرفتیم صرف میکنیم؟ Eu estou، eu estou، هیچ وقت نمیگم شتو، شتو درست نیستش. eu estou، یه صدای او به آخرش میدم. Tu estás، tu estás، tu estás. Ele، ela، você está، ele está، ela está، você está. Nós estamos، nós estamos به معنی ما هستیم، we are. Vós estáis، vós estáis به معنی you plural are، شماها هستید، که دیگه توی مکالمه استفاده نمیشه و به جاش میگیم vocês estão، vocês estão باز به معنی شماها هستید، you plural are. و در آخر داریم eles، elas estão، eles ou elas estão به معنی چی؟ به معنی they are، آنها هستند. که حالا تمام این فعلا رو مثلا فعل اشتار میتونیم همشون یه شورتکات کوچیک براشون بدیم که هم توی مکالمه یه ذره لوکال تر و پرتغالی تر به نظر برسیم، همین که کار خودمون یه ذره راحت تر بشه. مثلا من به جایی که بگم eu estou میتونم ضمیرم رو بردارم و فقط بگم شتو. چرا؟ به خاطر اینکه توی زبان پرتغالی مثل زبان فارسی هر ضمیری برای خودش یه صرف فعلی داره. مثلا من هستم، تو هستی، او هست. مثل زبان انگلیسی نیستش که مثلا بگیم I work، you work، they work، تمام فعلامون یکی نیستش. برای همین اگر که ضمیرمون رو برداریم هیچ تغییری توی معنای اون چیزی که داریم در موردش حرف میزنیم ایجاد نمیشه. مثلا مثل فارسی به جای اینکه بگم من هستم میتونم بگم هستم، اما هیچ تغییری با حذف کردن من توی معنی جمله‌ای که داریم میگیم ایجاد نمیشه. توی زبان پرتغالی هم همینه. به جای اینکه بگم eu estou میتونم بگم estou. به جای اینکه بگم tu estás میتونم بگم estás. به جای اینکه بگم ele está میتونم بگم está. که حالا همه اینا رو وقتی که کوتاه میکنیم برای فعل اشتار یه مدل کوتاه‌تر دیگه هم وجود داره و اون مدل کوتاه که جلسه پیش هم یاد گرفتیم اینه که اش اول اشتار رو برداریم. مثلا من اگه بخوام به جای eu estou بگم eu estou، چی گفتم؟ اگه بخوام eu estou رو کوتاه بکنم میشه شتو. حالا اگه بخوام شتو رو کوتاه تر بکنم چه شکلی میشه؟ میتونید برای من توی چت بنویسید. اش اولش رو برمیدارم، چی مونه؟ تو. muito bem. یا مثلا تو شتاش، اگر که بخوام شتاش رو کوچیک بکنم یعنی کوتاه ترش بکنم اش اولش رو باز برمیدارم، میمونه چی؟ میمونه شتاش. یا مثلا شتا کوتاه ترش میشه تا.
اما اینا فقط زمانیه که من دارم توی مکالمه ازشون استفاده میکنم. در حالت نوشتاری و در حالت گرامری همچین مدلی وجود نداره. فقط یه مدل کوتاه شده برای این مکالمه است که باز دوباره یه حالت غیر رسمی داره. اما خب توی مکالمه در پرتغال هر کسی این رو استفاده میکنه. خب پس اینم شد از طرف فعل شتار. تا اینجا همه چیز اوکیه؟ میتونید بر من توی چت بنویسید. sing no sing muito bem. خب میریم سراغ درس امروزمون، حرف اضافه د که یکی از تریکی حروف اضافه در زبان پرتغالیه. یه جا میشه دو، یه جا میشه دا، یه جا همون د میمونه، یه جا میشه دوش. همه اینا از کجا آمدن؟ خب اول از همه پرپوزیسیون به زبان پرتغالی میشه پرپوزیشن، حرف اضافه که اسم گرامریه. نیازی نیستش بدونید پرپوزیسیون یعنی چی. من فقط برای اینکه اینجا یه ذره همه چیز کامل‌تر باشه شما هم یه ذره با گرامر آشنا بشید این رو نوشتم. اما هیچ وقت کلمه پرپوزیسیون کسی مثلا ازتون نمیپرسه یعنی چی. برای همین از اون نظر به درد نمیخوره کلمه پرپوزیسیون. اما میریم سراغ حرف اضافه د. حرف اضافه د توی زبان پرتغالی در تمام شرایط معنی متفاوت داره. یه بار معنی from رو میده به معنی اهل، یه بار معنی by رو میده به همراه with by bus مثلا، یه بار معنی of میده، یه بار معنی at یا این رو میده به معنی در. این همه معنی داره. حالا ما بعد از کجا بفهمیم که تمام این معنی ها چه شکلی هست؟ خب پس تا اینجا فهمیدیم که حرف اضافه د 4 تا معنی اصلی داره. from، by، of، at. from زمانی استفاده میکنیم که مثلا داریم در مورد ملیتمون حرف میزنیم. by زمانی استفاده میکنیم که مثلا میخوایم بگیم من با یک وسیله نقلیه‌ای به یک مکانی رفتم. مثلا وسیله نقلیه میتونه اتوبوس باشه، میتونه ماشین باشه، دوچرخه باشه، قطار باشه. of زمانی استفاده میکنیم که مثلا میخوایم یک شیئی رو به یک شخصی ربط بدیم، مثلا خودکار ماریا یا مثلا مداد ژواو. این مدلی هستش. در واقع همون اپاستروفی اس انگلیسی هست. ماریا's pen، ژواو's pencil. دقیقا اینجوری هستش. و at یا این زمانی که مثلا داریم در مورد قسمت‌های مختلف روز حرف میزنیم. مثلا من صبح‌ها ورزش میکنم یا من شب‌ها کار میکنم. در شب، در صبح. اینجا با دوباره از حرف اضافه د میتونیم استفاده کنیم. خب حالا حرف اضافه د مثل هر حرف اضافه دیگه ای توی زبان پرتغالی برای اینکه یعنی میاد با چی جمع میشه؟ میاد با حروف تعریف ما جمع میشه. پس من وقتی که میخوام از حرف اضافه د استفاده کنم بعد اول به چی نگاه بکنم؟ بعد اول به این نگاه بکنم که جنسیت و تعداد اون اسمی که دارم در موردش حرف میزنم چجوریه؟ آیا اون اسم مؤنثه؟ آیا مذکره؟ آیا جمعه؟ و آیا مفرده؟ برای همین این حرف اضافه د میاد با حروف تعریف این کلمات جمع میشه و یه مجموعه دیگر رو برای خودش درست میکنه و شکلش تغییر میکنه. توی زبان پرتغالی معمولا بیشتر حروف اضافه ها مثل د، این، آ، همه اینا میان با حروف تعریفمون جمع میشن که ما با توجه به جنسیت و تعداد اسامی از بین اونا درست‌ترین شکل رو انتخاب کنیم. پس من چون 4 تا حرف تعریف دارم آ، او، آش و اوش، 4 تا مدل مختلفم د دارم که د میاد با هر کدوم از این حروف تعریف جمع میشه اما توی معنی اصلیش هیچ تغییری ایجاد نمیشه. خب حالا اینو بریم یه ذره با هم دیگه ساده ترش کنیم. برای مثال گفتیم 4 تا حرف تعریف داریم. آ حرف تعریفی که برای اسامی که مؤنث هستن و مفردن استفاده میشه. او حرف تعریفی که برای اسامی که مذکر هستن و مفردن استفاده میشه. آش برای اسامی که مؤنثن و جمع و اوش برای اسامی که مذکر هستن و جمع. حرف اضافه د با تمام این حروف تعریف میاد جمع میشه و یه فرم دیگر رو تشکیل میده. برای مثال اگه د با آ جمع بشه میشه چی؟ میشه دا. معنیش چی هستش؟ همون of، by، at، in، from همه این معنی ها رو میده
پس هیچ تغییری توی معنیش ایجاد نمیشه. من فقط دا رو برای زمانی استفاده میکنم که دارم در مورد یک اسمی حرف میزنم که مؤنث و مفرده. یعنی حرف تعریفش چیه؟ حرف تعریفش آه. پس د مایزا میشه چی؟ میشه دا. به معنی چی؟ به معنی from یا of برای زمانی که دارم در مورد اسامی حرف میزنم که مؤنثن و مفردن. خب د به اضافه او میشه چی؟ میشه دو. به معنی of یا from. باز دوباره هیچ تغییری توی معنی د ایجاد نمیشه. فقط دو رو زمانی استفاده میکنم که دارم در مورد اسامی صحبت میکنم که مذکر هستن و مفردن. دو. و این اویی هم که اینجا داریم در واقع حرف تعریف اون اسمیه که داریم در موردش صحبت میکنیم. پس د به اضافه آ، دا، اسامی که مؤنثن و مفردن. د به اضافه او، دو، اسامی که مذکر هستن و مفردن. حالا د به اضافه آش میشه چی؟ میشه داش، اسامی که مؤنث هستن و جمعن. در واقع این آش حرف تعریف اسامی مؤنث جمعه که د میاد با این جمع میشه داش. توی معنیش هیچ تغییری ایجاد نمیشه و به معنی همون from یا of هستش. و در آخر د به اضافه اوش که میشه چی؟ میشه دوش. باز دوباره توی معنی د هیچ تغییری ایجاد نمیشه، فقط شرایط استفاده فرق داره. دوش رو برای اسامی استفاده میکنم که چی هستن؟ مذکر و جمع. حالا همه اینا رو میخوایم با هم دیگه توی یک در زندگی واقعی ببینیم، توی یک اپلیکیشن ببینیم. مثلا فرض کنید که من میخوام بگم که من اهل کجا. توی انگلیسی چی میگم؟ مثلا میگم I am from Iran. خب این from در واقع چی هستش؟ همون حرف اضافه د هستش. اما من فقط نمیتونم بگم اوسو د ایران. چرا؟ به خاطر اینکه چون بعد از د یه اسم اومده که این اسمم ایران هست، نیاز دارم بدونم که اول جنسیت این کشور ایرانی که دارم در موردش حرف میزنم چیه و بعدش وقتی که فهمیدم جنسیتش چیه، یعنی وقتی فهمیدم حرف تعریفش چیه، بعد از این 4 تا مدل دی که یاد گرفتیم، دوش، داش، دو و دا، اون گزینه‌ای که به ایران میخوره رو انتخاب کنم. خب برای مثال میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم I am from ایران. ایران به زبان پرتغالی میشه چی؟ میشه ایران. ایران. یاد گرفتیم که توی زبان پرتغالی هر اسمی برای خودش یک جنسیتی داره و کشورها هم برای خودشون یک جنسیتی دارن. البته بعضی از کشورها هستن که استثناء حساب میشن، مثلا مثل کشورهایی که زبان پرتغالی حرف میزنن که اونا هیچ جنسیتی ندارن، که باز دوباره بین اونا برزیل استثناء دیگه است. حالا وارد این جزئیات نمیشیم. فقط باید بدونیم که ایران یک کشوری هستش که مذکره و حرف تعریفش هست او. او ایران. او ایران. پس وقتی که من میخوام بگم I am from ایران، اول باید به این فکر کنم. 2 تا فعل رو یاد گرفتم، فعل سر و فعل اشتار. پس باید به این فکر کنم که آیا ملیت من تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه. میتونید توی چت به من بگید. no. ملیتمون تغییر میکنه یا نه؟ تغییر نمیکنه. مطمئن. پس اگر که ملیتمون تغییر نمیکنه، از بین فعل سر و فعل اشتار بعد کدومشون انتخاب کنم؟ باز دوباره توی چت میتونید به من بگید. فعل سر رو بعد استفاده کنم. مطمئن. خب حالا میخوام بگم I am با فعل سر میشه اوسو. خب پس یه قسمتش رو دارم. اوسو I am. حالا from ایران. from اگر که من حرف اضافه د رو با هیچ چیزی ترکیب نکنم چی میشه؟ با هیچ چیزی ترکیب نکنم چه شکلی میشه؟ من تو خودم جوابشو گفتم، همون د میشه. مطمئن. خب حالا ایران هم که میشه او ایران،
پس من نیاز دارم که در واقع اول بنویسم اوسو د او ایران، که البته اینی که من دارم میگم از نظر گرامری اشتباهه، فقط برای اینکه شما بهتر یاد بگیرید و متوجه بشید چی به چی میشه یهو من اینجوری گفتم. پس اول مینویسم اوسو د او ایران که این د میاد با حرف تعریف او ایران که در واقع همون او هست جمع میشه. حالا د با او چی میشه؟ دو. میتونیم. پس وقتی که میخوام بگم I am from ایران باید بگم اوسو دو ایران. این دو همونطور که من اینجا نوشتم جمع چی هستش؟ جمع حرف اضافه د به معنی from به علاوه حرف تعریف چی هستش؟ حرف تعریف ایرانه که میشه او. این او به من میگه که ایران یک کشوریه که جنسیتش مذکر و مفرده. اوسو دو ایران. دو جمع د با او که او اینجا حرف تعریف کیه؟ حرف تعریف ایران. حالا فرض کنید ما به یکی میخوایم بگیم تو اهل چین هستی. خب چین به زبان پرتغالی میشه چی میشه؟ شینا. شینا. شینا یک کشوریه که مؤنث و مفرده، یعنی حرف تعریفش چیه؟ حرف تعریفش آه. پس وقتی که من میخوام به یکی بگم تو اهل چین هستی، اول باید به این فکر کنم که آیا ملیت اون شخص تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه. توی چت میتونید بگید. تغییر نمیکنه. مطمئن. پس از بین فعل سر و فعل اشتار کدومی که از این فعلا رو باید استفاده کنم؟ فعل سر رو باید استفاده کنم. مطمئن. حالا فعل سر رو برای ضمیر تو چجوری صرف میکنم؟ میخوام بگم تو هستی با استفاده کردن از فعل سر. توش. مطمئن که در واقع فرم کوتاه شدهش میشه اش. ایزات میت. خب پس یه قسمت دیگه از پازلم رو دارم. You are from China. تو اش. باز دوباره میرسیم به from. From بدون اینکه تغییر بکنه میشه چی؟ میشه د. حالا چاینا، آشینا که در واقع جمله من اگر که همه رو بخوام کلمه به کلمه بغل هم دیگه بنویسن میشه تو اش د آشینا. توش د آشینا. اما خب زیاد قشنگ نیستش که توش د آشینا، اصلا حتی به دل هم نمیشینه. پس من بعد بیام این حرف اضافه د رو با حرف تعریف آشینا جمع بکنم. حالا د به اضافه آ چی میشه؟ دا. میتونم. پس وقتی که به یکی میخوام بگم تو اهل چین هستی میگم توش دا شینا. همونطور که من اینجا نوشتم دا به معنی from هست، هیچ تغییری توی معنی د به وجود نمیاد و جمع چی هستش؟ جمع حرف اضافه د به معنی from به اضافه چیه؟ به اضافه آ. این آ اینجا برای کیه؟ حرف تعریف کشور چین هستش. شینا. You are from China. تا اینجا همه چیز اوکیه؟ یه سین یه نام توی چت میتونید برم بگید. سین مطمئن. خب میریم سراغ چی؟ میریم سراغ دو تا کشور دیگه، آمریکا و فیلیپین. خب آمریکا به انگلیسی میشه چی؟ میشه The United States. توی زبان پرتغالی یه ذره اسمش همچین عجیب و غریبه. میشه چی؟ میشه Estados به معنی همون States Unidos United. Estados Unidos که حرف تعریفش چی هستش؟ حرف تعریفش هست اوش. پس این چه شکلی میشه؟ اوش Estados Unidos. اوش Estados Unidos که باز دوباره اینجا یه مدل دیگه هم داریم برای تلفظش، به خاطر اینکه کلا تمام کلمه‌هایی که اینجا داریم با اس تموم شده. اوش Estados Unidos و بعد و قبل این اس حرف صدادار اومده، مثلا اینجا او اومده بعدش ای اومده، میتونم این اس ها رو به حروف صدادار بعدشون وصل بکنم و اونا رو با صدای ز بخونم. یعنی چی؟ یعنی بخونم Os Estados Unidos. Os Estados Unidos
که البته این مدلی زیاد شنیده نمیشه، اما خب اگرم شنیدید درسته و حتی خودتون هم میتونید استفاده کنید. اما خب من ترجیحاً با توجه به چیزی که شنیدم همیشه صدای ش بوده. اوش، شتادوش، اونیدوش. The United States. حالا فرض کنید که میخوایم بگیم چی؟ فرض کنم میخوایم بگیم He is from the United States. اینجا من EU نوشتم. EU منظورم اروپا نیستش. EU توی زبان پرتغالی همون اشتادش اونیدوش حساب میشه. فرم کوتاه شده آمریکا هستش. خب اول بعد به این فکر کنم باز دوباره ملیت اون شخصی که دارم حرف میزنم تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه؟ توی چت میتونید بگید. تغییر نمیکنه. مطمئن. پس از بین فعل سر و فعل اشتار کدوم رو باید استفاده کنم؟ تغییر نمیکنه. فعل سر. مطمئن. حالا فعل سر رو برای هی چجوری صرف میکنیم؟ اش نمیشه. برای اش میشه اش برای توه. میگیم توش. اما الان میخوایم میگیم هیز. مطمئن. ال که فرم کوتاه ترش چی میشه؟ میشه ا. خب پس باز دوباره یه قسمت دیگر رو از پازلمون داریم. He is from the United States. ال حالا from میشه د. اوش اشتادش اونیدوش. ال د اوش اشتادش اونیدوش. اینی که من الان گفتم اشتباهه. حالا شما به من بگید کدوم قسمتش رو باید تغییر بدم که درست بشه؟ یه دور دیگه تکرار میکنم. ال د اوش اشتادوش اونیدوش. مطمئن. دی که من گفتم بعد با حرف تعریف اشتادوش اونیدوش که دوش هست که دوش نه که اوش هست جمع بشه و تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به دوش بشه. ال دوش اشتادوش اونیدوش. دوش جمع چی با چیه؟ جمع حرف اضافه د به معنی from به علاوه اوش هست. اوش برای کیه؟ اوش حرف تعریفه. شتادوش اونیدوش هست که باز دوباره دوش به معنی from میشه. هیچ تغییری توی معنی حرف اضافه د به وجود نمیاد. بعدش داریم چی؟ She is from the Philippines. خب کشور فیلیپینز به زبان پرتغالی میشه آش فیلیپیناش. در واقع فیلیپیناش هست که حرف تعریفش چیه؟ آش فیلیپیناش. خب She is from the Philippines. ملیتش تغییر نمیکنه. پس از بین فعل سر و فعل اشتار فعل سر رو انتخاب میکنم. She is میشه الا ای. حالا اینو تیکه تیکه با هم دیگه میریم جلو. الا ای She is de from آش فیلیپینش. The Philippines. این د میاد با آش جمع میشه. چه شکلی میشه؟ داش. مطمئن. حالا ela das Filipinas. She is from the Philippines. که باز دوباره داش جمع چی هست؟ جمع حرف تعریفه. حرف اضافه د به معنی from به اضافه چیه؟ به اضافه آش. آش چیه؟ آش خوردنی نیستش. آش حرف تعریف کشور فیلیپیناش هست. خب و در آخر میخوایم بگیم چی؟ در آخر که نه البته هنوز مونده یه ذره. میخوایم بگیم We are from Lisbon یا you plural شماها are from Porto. دقت کردید وقتی که میخوایم بگیم We are from Lisbon میگیم Nós somos de Lisboa. اما وقتی که میخوایم بگیم You are from Porto میگیم Vocês são do Porto. چرا مثلا لیژبوا نمیگیم دا لیژبوا؟ چرا نمیگیم دو لیژبوا؟ چه فرقی بین اینا وجود داره که توی اولی د با هیچ چیزی جمع نمیشه و خودش میمونه و توی دومی وقتی که داریم در مورد پورتو حرف میزنیم د یهو تبدیل میشه به او. مگه شهرها هم جنسیت داره؟ شما چی فکر میکنید؟ خب دارن؟ نه ندارن. شهرها جنسیت ندارن. خب یه خبر خوشحال کننده اینه که شهرها توی زبان پرتغالی جنسیت ندارن، اما همیشه چون استثنا وجود داره
بعضی از شهرها وجود دارن که اسمشون توی لغتنامه پرتغالی وجود داره. حالا این یعنی چی؟ مثلا شهر پورتو، کلمه پورتو در لغتنامه پرتغالی به معنی چیه؟ به معنی بندرگاهه. پورتو. برای همین ما یه شهری هم داریم که اسمش از پورتو. پس این شهر پورتو چون کلمه پورتو در لغتنامه پرتغالی به معنی بندرگاه میشه، برای همین بعد جنسیت چی رو بگیره؟ جنسیت اون کلمه ها رو بگیره. پس اسم خاص حساب نمیشه. خب حالا پورتو، اسم پورتو به معنی بندرگاه با او تموم میشه. برای همین حرف تعریفش چیه؟ او. حالا در مورد حرف تعریف ها که از کجا بفهمیم حرف تعریف چه اسمی چی میشه، اون رو توی کلاس اول توضیح دادیم. باز دوباره میتونید ویدیوش رو توی یوتیوب ببینید. اما خب او پورتو، در واقع این او شهر پورتو از چی میاد؟ در واقع او حرف تعریف اون اسم پورتو به معنی بندرگاهه که توی لغتنامه پرتغالی وجود داره. کلا توی کشور پرتغال چند تا شهر هستن که جنسیت دارن. یه دونه پورتو که چون کلمه پورتو به معنی بندرگاه میشه، پس اسم شهر پورتو هم میاد چی رو میگیره؟ میاد جنسیت کلمه پورتو رو میگیره، میشه او پورتو، که هم به صورت سرهم می نویسنش هم به صورت جدا می نویسنش. استفاده کردن ازش سلیقه‌ایه. بعدش یه دونه داریم مادیرا. مادیرا باز دوباره برای خودش جنسیت داره، چون یک کلمه توی لغتنامه پرتغالی وجود داره به نام مادیرا که به معنی چی میشه؟ به معنی چوب میشه. برای همین چون یه جزیره‌ای هم داریم به نام مادیرا، اسم این جزیره مادیرا اسم خاص حساب نمیشه و میاد جنسیت چی رو میگیره؟ میاد جنسیت اون کلمه مادیرا توی لغتنامه رو میگیره. برای همین میشه آمادیرا. اینا دو تا شهری که من الان در یاد دارم که جنسیت دارن. من میدونم که یکی دیگه هم هست اما نمیدونم چرا یادم نمیاد الان. ولی خب برای همین لیژبوا یه اسم خاص حساب میشه. چرا؟ چون کلمه لیژبوا به معنی آب نبات نیست یا مثلا به معنی خودکار نیستش. توی لغتنامه پرتغالی این کلمه وجود نداره، برای همین اسم خاص حساب میشه. پس حرف تعریف، حرف اضافه د با هیچ چیزی جمع نمیشه. در واقع مثل ریاضی که مثلا میگیم 1 به اضافه 0 میشه همون 1. پس د به اضافه هیچ چیزی همون د میمونه. اما شهر پورتو چون اسم پورتو توی لغتنامه پرتغالی به معنی بندرگاه هست، میاد جنسیت اون اسم رو میگیره و جزء اسامی خاص حساب نمیشه. برای همین وقتی که میخوایم بگیم from پورتو میگیم چی؟ میگیم دو پورتو. دو جمع چی هستش؟ جمع حرف اضافه د به معنی from به اضافه او هست. این او چیه؟ حرف تعریف پورتو. تا اینجا همه چیز اوکیه؟ Exatamente. Algarve. Algarve میشه چی؟ میشه او Algarve. Muito bem. همه چیز اوکیه یا نه؟ اگر هم سوالی دارید میتونید بپرسید. به این من هر وقت چت رو باز بکنم ببینم آخر کلاس جواب میدم. خب و در آخر میریم سراغ کشور پرتغال. کشورهایی که به زبان پرتغالی حرف میزنن برای ما کارمون رو راحت تر کردن و هیچ جنسیتی ندارن، به غیر از کشور برزیل که استثناء. وقتی که هیچ جنسیتی ندارن پس هیچ حرف تعریفی هم ندارن و وقتی که هیچ حرف تعریفی ندارن حرف اضافه د با هیچ چیزی جمع نمیشه و خودش میمونه. مثلا میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم They are from Portugal. Eles são de Portugal. د با هیچ چیزی جمع نمیشه چون کشور پرتغال هیچ جنسیتی نداره، پس هیچ حرف تعریفی هم نداره. خب پس این مثالای د بودن برای مثالای حرف اضافه د زمانی که معنی from رو میده. حالا چه زمانی معنی by رو میده؟ اینجا دیگه کارمون خیلی خیلی راحت تر شد. خب در واقع قسمت سخت رو رد کردیم دیگه. الان میتونید یه نفس راحت بکشید بگید آخیش قسمت سختش تموم شد. خب وقتی که میخوایم در مورد وسایل نقلیه توی زبان پرتغالی صحبت کنیم، مثلا من با اتوبوس به لیسبون میروم، من با ماشین به مثلا کویمبرا میرم، من با دوچرخه به ساحل میرم، من با قطار به الگارو میرم، این با به معنی همون بای میتونیم از چی استفاده کنیم؟ میتونیم از حرف اضافه د استفاده بکنیم. اینجا حرف اضافه د با هیچ چیزی ترکیب نمیشه و خودش میمونه.
برای مثال by bus de autocarro، by car de carro، by bicycle de bicicleta، by train de comboio، یا حتی میتونیم بگیم by airplane de avion که وقتی که میخوایم بگیم by هر وسیله نقلیه‌ای از حرف اضافه د استفاده میکنیم. اما من این رو برای یه سری چیزای جنرال استفاده میکنم، یعنی مثلا اگه بخوام بگم با ماشین ماریا میرم به لیسبون، دیگه از حرف اضافه د استفاده نمیکنم. وقتی که یه چیز خاص مد نظرم نیست، مثلا با ماشین میرم لیسبون، مهم نیستش که ماشین کی باشه، ماشین چه شکلی باشه، یه چیز جنرال هست، از حرف اضافه چی استفاده میکنم؟ از حرف اضافه د استفاده میکنم که با هیچ چیزی ترکیب نمیشه و خود د میمونه و به معنی بای میشه. و زمانی که میخوایم بگیم یک چیزی برای یک کسیه، مثلا ماریا's handbag، لوئیس watch، کیف ماریا، یا چی بهش میگن؟ ساعت لوئیس. خب کیف دستی زنانه به زبان پرتغالی میشه آمالا. ماریا هم که یه خانم دیگه، پس حرف تعریفش میشه آ. پس وقتی که میخوایم بگیم کیف ماریا میشه چی؟ میشه آمالا د آ ماریا. خب من یه جایی رو اشتباه گفتم، شما این غلط من رو درست میکنید. یه دور دیگه هم میگم آمالا د آ ماریا. مطمئن دا. پس من بعد چی بگم؟ بعد بگم آمالا دا ماریا. دا جمع چی هستش؟ جمع حرف اضافه د به اضافه آی. آ چیه؟ حرف تعریف اسم ماریا، آمالا دا ماریا. یا مثلا وقتی که میخوام بگم چی؟ میخوام بگم ساعت لوئیس. ساعت به زبان پرتغالی میشه او خلاجیو. او خلاجیو. میتونیم بخونیمش او رلاجیو، اما زیاد اینجوری نمیشنویم، معمولا با صدای خ میشنویم او خلاجیو. اما اگه با صدای ر هم شنیدید یا حتی گفتید مشکلی نداره، درسته. او خلاجیو د او لوئیس. باز دوباره من یه جایش اشتباه گفتم. او خلاجیو د او لوئیس. چجوری باید درستش کنم؟ muito bem. دو. او خلاجیو دو لوئیس. muito bem. این میشه چی؟ میشه ساعت لوئیس. دو در واقع جمع چی هست؟ جمع د به اضافه او هست که این د به همون حرف اضافه د به معنی of from هستش و او هم حرف تعریف کیه؟ حرف تعریف اسم لوئیسه. و در آخر وقتی که به معنی ات یا این میشه، مثلا من میگم من در صبح ورزش میکنم. Eu exercício یا eu treino de manhã. در صبح de manhã. manhã به معنی صبح، de manhã in the morning که باز دوباره اینجا حرف اضافه د با هیچ چیزی ترکیب نمیشه و هم خودش میمونه. یا مثلا میخوام بگم in the afternoon یا in the noon در بعد از ظهر. de tarde. de tarde. de tarde. tarde کلا به معنی بعد از ظهر میشه، اما اگر که یه قید باشه به معنی دیر میشه. پس اگر که یه جایی مثلا شنیدید está muito tarde، این به معنی بعد از ظهر نیستش، به معنی دیر هست، حالت قیدی داره. de manhã in the morning در صبح. de tarde in the noon in the afternoon در بعد از ظهر. de noite at night در شب. de noite. هیچ وقت نمیگیم da noite به خاطر اینکه د با هیچ چیزی جمع نمیشه. وقتی که میخوایم بگیم at night de noite. و اینا یه سری مثال میزنم، مثلا من ورزش میکنم در صبح. eu treino de manhã. eu treino de tarde. eu treino de noite. اینجوری میتونیم بگیم. خب از این چیزایی که یاد گرفتیم سوالی دارید چطوری بودش؟ باز دوباره میتونید توی چت بنویسید. سینا. خب
این کلاس امروزمون بود. در مورد حرف اضافه د صحبت کردیم و به آخر کلاس رسیدیم. ازتون میخوام به خاطر اینکه آخر کلاس ها مثل روال همیشگی Certificate of Participation براتون ارسال میشه. برای اینکه من متوجه بشم که چه افرادی حضور داشتن، میخوام که تجربه خودتون در مورد این کلاس رو روی گوگل برای ما یه نظری بنویسید که حالا میتونید این QR کدی که اینجا هستش رو اسکن بکنید. من هم الان روی اینستاگرام یه استوری میذارم که بتونید روی لینکش کلیک بکنید و خیلی راحت‌تر براتون باشه دسترسی به این لینک. دسترسی به لینک برای نوشتن ریویو. و اینکه ممنون میشم بعضی موقع‌ها چون ایمیلا توی کلاس‌های گذشته بعضی از ایمیلا با اسم متفاوت بود، برای همین با اینکه حضور داشتید اما من چون نمیدونستم اسمتون چی هستش نمیتونستم سرتیفیکیتتون رو براتون ارسال بکنم، بخاطر اینکه سرتیفیکیت بعد توش اسم داشته باشه دیگه. برای همین اگر که بعضی موقع‌ها ایمیلتون با نامتون متفاوته میتونید برای من یه پیام بدید که مثلا اسم من این هستش، با این ایمیل وارد کلاس شدم، که من هم اون سرتیفیکیت رو با اسمتون براتون ارسال بکنم. خب فقط لطفا من بگید که نظرتون در مورد بله این رو یوتیوب میذاریم بله، و اینکه نظرتون در مورد حرف اضافه د دقیقاً چه شکلی بود؟ نظرتون خیلی سخت بود؟ چجوری بود؟ و حتی اگه سوالی هم داشتید میتونید بپرسید. من اینو سریع بذارم، ببخشید من دارم به گوشیم نگاه میکنم فقط برای اینکه این رو بذارم روی اینستاگرام. خوب بود؟ سین میتبای. این استوری روی اینستاگرام الان آپلود شد، میتونید اونجا ببینید، روی لینک کلیک بکنید و نظرتون رو بنویسید که منم ایمیلتون رو داشته باشم که بعدش براتون سرتیفیکیت ارسال بشه. سرتیفیکیت ها معمولا تا 24 ساعت تا 48 ساعت آینده ارسال میشه. و اینکه ممنون از اینکه حضور داشتید مثل همیشه و همراه بودید. بالاخره منم باعث افتخارم هستش که بتونم بالاخره چیزی که بلدم رو به تمام افرادی که نیاز دارن ارائه بدم. و اینکه تا جلسه بعدی میبینمتون و هر جایی هم که سوال داشتید توی هر